حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند بچه هاتون رو وادار نکنید مثل شما زندگی بکنن، چون اونها برای زمان غیر از زمان شما درست شدن. در هر زمانی پدیده های خاص خودش داره. همه میشنویم که میگن بچه ها بیدین دارن میشن، بچه ها دارن بد میشن، بی تقوا و بی نماز میشن، فاصله گرفتن. نسل جدید نسل باهوشی است، نسل پرسشگری است، نسل شجاعی است. چون ما شیخ‌ها و ملاها کم بیاریم، اقناع نداریم، قدرت استدلال و اقناع نداریم که اونها رو قانع بکنیم. نسل امروز دیگه نسل نیست که تو بخوای چیزی بهش به زور تحمیل بکنی. تو نماز بکن چون پسر فلانی هستی. کی گفته؟ تو روزه بگیر چون که پسر فلان دختر فلان. تو حجابت داشته باش چون که دختر فلانی هستی. خب اگه فلانی مرد، فلانی مریض شد، فلانی مسافر شد، یعنی چی؟ این فرهنگ گفتگو رو و اقناع رو و استدلال رو با نسل جدید بنشینیم، در منتهای اخلاق و تواضع اونها رو بپذیریم و بهشون اعتماد بکنیم. اینا سرمایه های ما هستن، بچه های ما هستن، سرمایه دل ما هستن، آیندگان ما هستن، سرمایه جامعه ما هستن، مدیران آینده هستن.